ما خدمت آقای زاهدی هستیم، خواستیم که یه پیغام کوچولو برای آقا رازمیک بذاریم. حالا آقای زاهدی قرار شده که بد و بیران نگه، فقط یه پیغام خوب بذاره براش. شما آقای مقدم میبینی؟ نه با هم بشینین اونجا میبینی. حالا درست اونا رو که شنید که شما فرمودید. بله حتما خوب شنیده. آقای مقدم ما سالها زحمت کشیدیم، ایشون تخته یاد نگرفت. بچه تیزهوشی نبود. چرا؟ خیلی تیزهوشی بود. تو تخته نه. با تخته وارد نبودش. هر کاری کردیم نشد. بالاخره چون بلد نبود گذاشت رفت اصلا. من متاسفم اتفاقا بارها ایشون کرکری میخوند. من فکر میکردم واقعا یه آدم در این مورد خیلی هنرمنده. غافل از اینکه یه روز با آقای زاهدی که داشتن تخته بازی میکردم من دیدم ایشون احتیاج به یه مطالعه کلی داره. بله. حالا نشد دیگه. خانم زاهدی هم میتونن تایید کنن این موضوع رو. نه. حالا درسته شما بی‌طرفین ولی میتونین ثابت. به هر حال یادش به خیر سالهای خوبی بود واقعا. آقای رازمیک، خانم رازمیک خیلی محبت داشتن نسبت به ما. انشالله که بازم بتونیم ببینیمش. حتما. آقای رازمیک تازه از شر دو تا پسرا راحت شده، احتمالاً بیشتر وقت میکنه بیاد ایران. چون یکیش که ازدواج کرده، یکیش هم که یه شهر دیگه مشغول کاره. خیلی خوشحال میشیم. شادم در حال ازدواج. تازه آقا رازمیک و خانومش فکر کنم بیشتر وقت. زمان چقدر زود گذشت. این بچه همینجا به دنیا آمد. بله. منوها اینجا به دنیا اومد. به هر حال خیلی خوشحال شدیم شما رو دیدیم. خیلی سلام برسونیم. قربون شما. منم خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم. پسراشون، عروسشون و امیدواریم که ببینیمشون. حتما میبینیم. شب بسیار شب خوبی که در کنار آقای زاهدی نشستم و این یادگاری رو به عنوان چه میگن یاد بود برای آقای رازمیک میفرستیم که سالیان متوالی بتونن در خدمت ایشون. ما محبت های ایشون رو همیشه داریم. آدم دوست داشتنیه و خودش به همه اعضا خانواده. به همین دلیل واقعا فکر کرده که مثلا حالا من مریض شدی و فلان اینا ممکنه هنوز آثاری باشه. نه، آثار اون مریضی از بین رفته و فقط آثار داروشیمیایی تو بدن ما مونده که طبیعیه که وقت میگیره. بله. هر حال چون منتظر شما هستن. مخلصم. قربان شما. خدا حافظ. قربان شما.